این حالی من نماز سنت پیشین است خستم کمی خستم به نیت سنت خستم الله اکبر میگم دست بالا میکنم. دست بالا کردن 4 کیفیت در حدیث آمده، تا سینه را، تا شانه را، تا زیر گوشه، تا سر گوشه. در نرمی گوش چسباندن در یک حدیث نآمده و اینطور به پره گرفتن نآمده. بالا کردن، مقداری بالا کردن چند شد؟ 4 در احادیث صحیح. سینه، شانه، زیر گوش، سر گوش که انگشتا تا سر گوش اینطور باشه. زیادتر معمولی پیغمبر علیه السلام و صحابه تا کجا را بوده؟ شانه را بود. هر عملی از این 4 قسمه که کسی بکنه این را تنوع در عبادت میگه، یعنی پیغمبر نوع عبادت کرده، هر کدامش میتونی، ممنوعیت نیست. خو دست بالا میشه، کف طرفی چی میباشه؟ قبله. با این سیستم بالا میشه. انگشتا با هم چسبیده نیست، انگشتا با هم خیلی باز و گشاده هم نیست. انگشتا حالاتی چی را داره؟ عادی را. انگشتا اینطور قد کدگی و تو کدگی هم نیست. انگشتا همینطور چی هست؟ باز است. اینطور بالا میشه. صحیح است؟ من یاد کردم این حالی الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر کی گفته میشه؟ 3 طریقه در حدیث ثابت است. الله اکبر، الله اکبر اول گفتم، بعد از چی کردم؟ دستا را بالا کردم. الله اکبر اول دستا را بالا کردم، بعد از او الله اکبر. به می بالا کردن چی گفتم؟ این راجح هست، زیاد خوب همی است که الله اکبر. صحیح است؟ اینی طور دستا بالا کردن است. در اینجا زن مرد قطعا تفاوتی وجود نداره، در یک حدیثی را کشیدن نمیتونه. مثل که در فقه حنفی است که زن تا شانه را بالا کنه، خب مردات اینطوری پره دست اینطوری گرفته می باشه، انگشتایش هم قط اینطوری میکنه، قطعا در حدیث ثابت نیست. صحیح است؟ بعضی چی میگه؟ میگه دستا را تا اینجا را بالا کو که کف در اینجا بیا و سر در اینجا بیا. نه، این کیفیت خودی پیغمبر به می کیفیت بالا کرده، هیچ کدام پروایی نداره. این طریقه الله اکبر گفتن است. یادتان باشه که الله اکبر درست گفته شود، الله کوبر نمیشه، الله اکبر، اکبر نمیشه، الله اکبر. الله اینا بسیار کوشش کنیم. نماز یک عبادت خیلی مهم است. در این مورد حیا نکنیم که والا من کلان آدم هستم چطور بشینم با تجوید قرائت خود درست کنم، کلمات نماز خود درست. نه، در این عیب نیست. صحابه کرام رشته فدا مسلمان شده بود، یاد میگرفت یا نمیگرفت؟ یاد میگرفت. بالکل. ما چون خودی ما به توجهی کردیم، باید عالی کوشش بکنیم همه گپا را یاد بگیریم. دستا بسته میشه. در زیر ناف که دست میگه، در زیر ناف دست است، اما خود علمای احناف میگه که ضعیفترین حدیث است. اما در سری چی روایت ابن خزیمه صحیح است. اگرچه شیخ البانی رحمت الله علیه میگه که در اونجا هم یک شخص راوی به نام اسماعیل ابن معمل میگه او ضعیف است. لیکن این حدیث تاییدش توسط دیگه شده. یک حدیث مرسل ابی داود است، او صحیح است به نزد او محدثینی که مرسل سند است، یعنی استناد سرش میشه، خونه صحیح شد. به نزد او محدثینی که سند نیست، حدیثی که در سر سینه آمده این حدیث او را تایید میکنه، این شاهد برش میشه. و یک تایید دیگه در خود بخاری است. در بخاری میگه که پیغمبر علیه السلام دست سر کف، رسغه و ساعد میگرفت. این را ساعد میگه. اینالی وقتی که از اینجا بگیریم پدر امام در زیر نافتا امیالی شما خودتان تجربه کنید. کسایی که یکمکی من امیالی فعلا نمیتونم که در زیر ناف داخل چی کنم، نافی من اینه، من در زیر ناف اینجا گرفتن خیلی سرم سخت تمام میشه. او کسی که یکمکی شکم داره پدرش هم زیر برده نمیتونه. از دمو خاطر او شما یک دفعه مردم نظر بکنید که امیا سریمی حدیث عمل کرده یا نه. کلشان سری حدیث عمل زیر ناف عمل کس نکرده. نه، این حدیث توسط حدیث بخاری 2 کیفیت آمده، قبض اینطور گرفتن و وضع ماندن. این ماندن است، این گرفتن است، هر دویش درست است. بعضی مردم ها اینطوری میکنن، اینطوری میکنن، این گپا غلط است. نامی چی را بد نکنی، هر چیز برای خود حد و اندازه داره. اینجا از ساعد گرفته میشه، گرفتن هم آمده، ماندن هم آمده. اینی طریقه دست بسته کردن است. در اینجا هم در بین زن و مرد کدام حدیث صحیح ثابت نیست که زن اینجا بگیره و مرد اینجا بگیره، قطعا نیست.
این طریقه قیام است. در حالت قیام هم در جای سجده نظر میکنی، این طرف و طرفی گپا را نمیکنی. باقی من در اینجا وقتی که موبایل زنگ میاد برادرها قطعی هر دست میتونه موبایلتان خاموش کنی. چرا؟ به خاطر که اینجا خلل در خشوع نماز میاره و به یک دفعه موبایل گرفتن از جیب کشیدن هیچ کدام گپی نیست. پیغمبری طور وقت شده که دروازه را هم باز کرده، دروازه دمیروی بوده که تک تک کرده، پیغمبر چند قدم رفته دروازه را چی کرده؟ باز کرده. از او خاطری را عملی کثیر گفته مفسد نماز نه. باز مردم هم زنگار دایش در تلفن ها مانده نه او یک ساعت نغمه خانی شروع میشه اوی را خاموش نمیکنه. رکوع طریق درست رکوع در زمانی که آدم میره میگه الله اکبر، اینجا رفع الیدین ثابت است، الله اکبر. قرائت که ختم میشه متصل آدم نمیره. قل هو الله احد مثلا ولم یکن له کفوا احد، یک کمی درنگ بکن زودی که در رکوع نرو. یکی از طریقه های سنت پیغمبر امی بود که بعد از ختم قرائت چی میکرد؟ سکته امی آرامش بود. یک کمی آرام میشد، مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توی نمیکنه، نه کفوا احد قرار شدم. باز الله اکبر، در زانوها راست میشه. اینی قسم اینه، این زانوها پای راست است، انگشتا خوب امیطور فراخ میشه، دستر یا عینک زانو امی کف دست مانده میشه. اینه دیگه. در اینجا چند چیز است. یکی خود سر ایتور پایین نمیبریم، یکی تور بالا نمیبریم، بلکه برابر. اینی طور اینجا پیش روی ما چی است؟ اینی طور که اگر جام آب در پشت سرت مانده شوه، آب هیچ طرف چی نباشه، کج نباشه که بریزه. این را رکوع میگه. بعد از او پس سمع الله لمن حمده رفع الیدین آمده. این جاهایی است که رفع الیدین دائمی آمده. در هر انتقال از نماز رفع الیدین آمده است، خب لیکن دائمی نیست. گاهی دمای یک دفعه آدم بکنه. خدایی در رکوع پایین شدن و بالا شدن دائمی است و همچنان از قاعده اول که آدم بالا میشه. باقی من یک گپ دیگه، سبحانك اللهم دعای استفتاح تنها سبحانك اللهم نیست. در روایت حدیث بسیار دعاها آمده. اللهم باعد بینی و بین خطایا، در کتاب اذکار براتان موجود است. الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دایی آمده. اینی وجهت وجهه. اینجا فکرتان بگیره. کسی که قبل از نیت که میخیزه اینی وجهت وجهه رو میگه، این قطعا ثابت نیست. این بلکه بدعت جور میشه. چرا که از خود تو یک چیزی را اضافه برای نماز کردی. اینی وجهتو در جای سبحانه کاللهم آمده که گاهی آدم یک دعا را بخونه، گاهی دیگر را بخونه، جمع نکنه امی دعاها را. این دعاها باید تغییر و تبدیل شد. هم در فرض آمده، هم در نفل آمده. کسی که میگه این در نفل آمده، این درست نیست، بلکه در فرض و نفل آمده. همچنان تسبیحاتی که در رکوع خوانده میشه تنها سبحان ربی العظیم نیست، بلکه سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی آمده. سبحان جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت آمده. سبوح قدوس رب الملائکت آمده. اینمی قسم. البته در دعای رکوع یک لحاظ بعضی محدثین این لحاظ میکنه، از خودی پیغمبر در رکوع جمع کردن دعاها نامده. یک دعا را که گفتی امور ادامه بده، زیاد خوانده برو. سبحان ربی العظیم میگی 3 دفعه، 5 دفعه، 7 دفعه، 11 دفعه. البته در وقتی که امام باشی رعایت جماعت میکنی، خیلی دور و دراز نمیکنی. تا 5 دفعه را باید بگوی. چرا؟ 3 دفعه ادنا خو خیلی زود گفته میشه، 5 دفعه خو خامخا باید باشه. اما در صورتی که خودت نماز میخوانی برای خود میتونی، تا زمانی میتونی که حتی رعایت جفت و طاقم نتونی، پروا نداره. منظوری تو دراز است. پیغمبر علیه السلام که نماز میخوان رکوعش برابری کی میشد؟ قیام. اینقدر دور و دراز میکرد. خو از خودی پیغمبر هم یک دعا به تکرار آمده، جمع در بین دعاها نامده. اگر کسی رعایت میکنه در رکوع هم یک دعا را تکرار میکنه، جمع نمیکنه. بعضی علما میگه که نه، در رکوع میتونی سبحان ربی العظیم بخونی، بعد از سبحانك اللهم ربنا و بحمدک بخونی، بعد از سبحان جبروت والملکوت را بخونی، این پروا نداره. اگر کسی کرد جایز است.
خو لیکن تابعداری پیغمبر علیه السلام تقاضا میکنه که اینجا یک دعا را ادامه بده، تکرار کو، جمع در بین دعاهای زیاد نکن. اگر سبحان ربی العظیم گفتی امور ادامه بده، اگر سبحان ذی الجبروت گفتی او را ادامه بده، اگر سبحانك اللهم ربنا بحمدک گفتی او را ادامه بده. در کتاب اذکار است. ولی پس که ما میخیزیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، دو صورت شد. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. چند صورت؟ هر 4 صورت در حدیث آمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد کسی که منفرد تلاوگذار باشه مرد و زنی را گفته میتونه. اگر کسی امام است هم اردویش بگوید، اگر کسی مقتدی هم است اردویش. در حدیث برای اردویش آمده، هم امام اردویش میگه هم مقتدی اردویش میگه. این تو نیست که سمع الله لمن حمده را امام بگوید ربنا لك الحمد مقتدی اردویش بگوید. البته در قومت دعاست. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد کی گفتی حال دیگه دعا وجود داره. حمدا کثیرا طیبا، این حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه در جای سبحانك اللهم هم آمده، همچنان در رکوع و سجده هم آمده. اگر کسی بگوید یا اینطور بگه چیست ربنا ولك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد. دیگه اضافه آمده اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد. چیست؟ این اون قطعش اضافه شده میتونه. بعد از اون میری در طرف سجده. طرف سجده که می الله اکبر. در سجده چی میشه؟ سجده انگشتا شفت میشه. دو کیفیت برای سجده آمده. یک کیفیت که دستای تا پیش زانوها بمانی، سری تا پیش بمانی، سری تا پیش بمانی. دوم کیفیت دستارم پیش میمانی، سر در بین انگشتایت میمانی. هر دو کیفیت در سجده آمده. در سجده انگشتای دست طرف قبله است، انگشتا شفت است. در رکوع هم همونطور عادی سعی میکردی، طور نبود. در سجده میگه در سر بینی سعی کوی، طوری نیست. در حدیث طور نامده، فقط همون جایی که نظر میخوره و نموجه میشه. در سجده فکرتان باشه که پایا اینطور انگشتای پای در ظاهر نباشه ماندگی، بلکه یک نوع هر قدر انگشتا را که قاط میتونی از هر دو پای انگشتایش باید قاط باشه و او را هر دو پای با هم بچسبانی. او هر دو پای با هم چی بکنی؟ بچسبانی در حالت سجده. یک کسی تمثیل میتونه سجده را؟ میتونم انشاءالله که میتونی همینجا تو پایت اوگار است، همین جمع میشه. خیر. خب اول من خودم میکنم. در سجده پایین شدن برادرها اگر چه روایت ها دو تا است علما. کسی میگه زانو را پیش تا کنه، کسی میگه دستا را. نظر خود من 3 مرتبه دور خورده. یک دفعه قائل به این بودم که زانو پیش تا میشه، باز یک قائل بودم که دستا پایین میشه اول، باز قائل به این بودم که زانو. لیکن روایتی را پیدا کردیم بعد از خیلی تحقیق که دست اول تا میشه، دست اول اینطور تا میشه. ولی چی سجده میرم الله اکبر، اینا اول دست ماندم، بعد از زانو را دستا را پیش میبرم، اینا اینجا سجده میکنم، اینا در بین دستای پایان پشتی سر اگر ببینه پیوست است. هر دو هر قدر انگشتان که در زمین چسبیده است را چسبانده، یعنی انگشت این یک طریقه کیفیت سجده است. دوم طریقه کیفیت سجده انگشت دستان در اینجاست، سجده را اینجا میکنم. بیام آمده در بین سجده اینجا در حدیث آمده که یک بزغالگر وارد چی شود؟ در گوش گیر شود. این در وقتی نه که جماعت نباشه، که جماعت باشه باز این آدم شفت میشه نمیتونه. یعنی قدر انگشت در حالت طبیعی. پس در سجده دوم میرم، از سجده دوم که پس بالا شدم، اگر در رکعت بالا میشم یکم یعنی قدر میشینم، عمیق مقدار میشینم که استخوانایم آرام بگیره. این را جلسه چی میگه؟ استراحت. البته اگر کسی نمیشیشته نمیتونه، عذر از برش یا نمیشینه، جلسه استراحت سنت است، گاهی بکو گاهی ترک بکو، پروا نداره. خب وقتی که بالا میشم حالی دیگه دستای خدا چطور میکنم؟ مثل که خمیر میکنم. این سعی کنه دستای خدا اینجا مانده مینا مثل خمیر وارد. او بعد از او بالا شدم، اینا دستایم در زمین است،
زانوها را بالا کردم، بعد از او بالا شدم. این در رکعت دوم. در رکعت دوم اون کلمات گفته میشه. پس آمدیم در دوم رکعت در قاعده نشستم. در دوم رکعت قاعده اول است. پای راستم استاده است، سری پای چپ نشستیم، انگشتای خود در سری رانا ماندیم در حالت عادی. شفتم نه، خیلی گشادم نه، در حالت عادی. دمی مجردی که قاعده نشستم، اینی سه انگشت خود دور میدم، قاط میکنم. سه انگشت. اینی دو انگشت قاط میکنم. این دو انگشت دبل کلان قط ما بین حلقه کردم و یک انگشت که را مسبحه میگم، این را بالا گرفتم. این بالا گرفتن یک طریقه اشاره است. این سنت است، سنت پیغمبر علیه السلام. در این دو کیفیت است. یک کیفیت تا آخر آرام بگی، این حدیثش جات آمده. یک اینطور آمده که حرکت بده خود وقت دعاها، در وقت طلب. وقت طلب کدام است؟ التحیات لله و صلوات و طیبات. السلام علیکم، السلام علیکم. سلام بالای تو باشید، طلب دعاست. این را شور داده میتونم. کسی میگه توری شور بده، کسی میگه این تو حرکت بده، این تو حلقه حرکت بده، کسی میگه این تو نه. بهتر است که خیلی حالت نرمال که دیگه مردم توجهش در طرف خود نگردانم، حرکت بدم. این در وقت طلب. در اللهم ربنا آتنا اول تا آخر طلب است، نه اول تا آخر شور داده میری. گاهی این دائمی عمل نسازه. یک کیفیت است. دوم کیفیت، این انگشت خودم قاط میکنم قطعی دو انگشت دیگه. انگشت دبل میگیرم در بغل از این میچسبانم. این دوم کیفیت. سوم کیفیت، انگشت کلان میگیرم در بیخی امی انگشت مسبحه میمانم. چهارم کیفیت، کلی انگشتا را اینطور قاط میکنم، ایرا چیسته همینطور بالا میگیرم. این چهار کیفیت برای اشاره در حدیث صحیح آمده. هر کدامش که کسی میکنه درست است، خواه از اول است تا آخره. در قاعده اولم در قاعده آخرم. کسی که میگه که در الله بالا کو در الله تا کو، در یک حدیث ثابت نمیتونه. فقها نوشته کرده لیکن در حدیث سند نداره. در حدیث آمده که از اول قاعده شروع شده حتی سلام هم دور داده شود. پس از اینکه سلام دور داده شد، اگر کسی حتی در استغفرالله همینطور داشته باشه خوب است. قاعده اول تا عبده و رسوله را خواندم. بعد از باز اینطور مثل خمیر واره پای خود برابر میکنم، خیستم. از قاعده اول که میخیزم اینجا رفع الیدین آمده، الله اکبر از زیر میگم، این رفع الیدین اینجا کردم، دستای خود بسته میکنم. رکعت سوم یا بعد از رکعت چهارم هم به می سیستم ادا میکنم. در قاعده که میشنم در دوم قاعده، کدام نمازی که دوم قاعده داره، این قاعده تورک است. تورک سه کیفیت آمده در حدیث. تورک این را میگه که اصل سری یک بغل میشینی، یک پای راستی تا استاده کردی، پای چپ بیرون کشیدی از اینمی زیر پای. اینا اینجا گپ دیگه، این آرنج ما قطعی ران ما بکمل چسبیده است. حلقه کردیم انگشت خدا، خوی دست ما در پیش زانو. در دیگه قاعده انگشتا بالا بود، در این قاعده در زانو اینطور لقمه کردم زانو را. اینجا این مثل تار واری شده. اینی قسم اینی قاعده است. چای که پایم در زیر پای دیگه برآمده، پای راستم استاده است. این پایم هم چی میکنم اینطور، مالی پای میده است، نمیتونم این کاره. چرا که سرم فشار میاد. خیلی طور هر دو پای یک طرف کشیدم، سرمی بغل شیشتیم. اکثر زنا فعلا که و میگه تورگی نمیطور است، مالی خود گرفته نمیتونم اینطور، یا همونطور است. یک دیگه که پای از این بغل بکش، این را قط کرده، این را از اینجا کشیده، اینطور شیشته. این سه کیفیت در حدیث صحیح ثابت است. اینی قاعده است. در هر نمازی که قاعده دوم داره تورک است، در قاعده اول چی است؟ افتراش. اینی طریقه نماز خواندن است. سلام که دور داده میشه، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم. گاهی یک طرف هم سلام آمده، السلام علیکم و رحمت الله. این در سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجا 6 کیفیتی سلام آمده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله، 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 السلام علیکم. باز یک سلام اینطور در پیش روی. این کیفیت ها کلش در حدیث آمده. اگر کسی سریزی عمل میکنه بالکل درست است. در تسبیحات سجده
هر قدر تسبیحات که کسی جمع میکنه، دعاها را جمع میتونه، دعاهای قرآنی را جمع میتونی، سبحان ربی الاعلی را، سبحان کلش جمع میتونی، بسیار دعاها را، دعاهای قرآن و یکی در قاعده تنها یک اللهم ربنا تینا نیست. هر قدر دعایی که یاد داری جمع بکنه. از همون خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه هر حاجت و دعایی که انسان داره در داخل نماز بکنه، باز خصوصا در حالت سجده. چرا؟ به خاطر که حالت سجده انسان به الله چی میباشه؟ خیلی نزدیک میباشه. از او خاطر دعاها را غیر به عجمی به الفاظ فارسی و پشتو نمیتونیم. اینطور گفته میتونه که الله مقضی حاجتی، الله حاجت مرا پورا کو، اما حاجت از ذهن خود چی کردیم؟ گرفته. این را در سجده میتونیم. یعنی تنها دعایی که مناسب به شان مسلمان است که بگیم که الله مرا یک شروع تلخ این بیگاه بده، اینطوری را گفته نمیتونه. این را گفته میتونه که اللهم ارزقنی زوجتا صالحتا حسینتا، الله برای من یک زن خیر چی زیبا و صالح نصیب گو، و او بگه اللهم ارزقنی زوجا صالحا. این دعا هاست در سجده میتونی، در قاعده میتونی. این طریقه نمازی کی بوده؟ پیغمبر علیه السلام. فرق در بین نماز زن و مرد در یک حدیث صحیح کسی ثابت کرده نمیتونه. او شما چی میگه که پیغمبر 9 زن داره؟ آیا نماز مهمترین عبادت است؟ اگر فرق کتی مردم میداشت زنای خدا میفهمند یا نمیفهمند؟ این رسالت پیغمبر است که باید بگوید، ولی در یک حدیث نآمده. بلکه زنا در جماعت شریک شده به امر پیغمبر و پیغمبر در سر منبر نماز تشریح کرده و بعد از او به کلگی گفته که صلوا کما رأیتمونی. مرا در اونجا فرق نماز پیغمبر برای زنا ثابت نیست، از او خاطر فرق موجود نداره. به همین سیستم نماز است. ولی کسی که میگه که نه همین سیستم یکیش غلط است، فعلیه البیان، بالایش بیان است، دلیل بیاره بگوینی گپ نیست. در حدیث این حدیث ها را من جمع میکنم در یک ورق برای هر کدامشان با امرای حواله ان شاء الله. و اگر کسی کتاب کار داره، کتاب روش نماز ختمه است ان شاء الله، اما قدر با موبایل اصلیش براتون میدیم. روش نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شیخ البانی سر. در سجده فکرتان باشه آرنجات از زمین نمیچسبه. سعی کنید در نماز مشابهت با حیوانات ما نکرده. نعوذ بالله مرکب باری سر خم نمیگیریم. صحیح است؟ این یکی دیگه مثل روبا واری خود آرنجا را نمیچسبانیم که آرنج در زمین بچسبه او شکم ما در آن بچسبه، ران ما در ساق بچسبه. این کار را نمیکنیم. با مثل نعوذ بالله اقعایی را میگه. یک آدم که نماز میخونه اینطور پای خود استاد کرده، دستای خود اینجا مونده، اینی را اقعا میگه. اقعایی با مثل سگ است. این را پیغمبر منع کرده. در نماز کسی توری خوانده نمیتونه. یک اقعای توری است که در بین دو سجده پس آدم بالا میشه، هر دو پایش استاده است اینطوری. این ثابت است در حدیث. یک آدم اینطوری میشینه در بین دو سجده، این بالکل ثابت است. خود سجده آرنجا بلند میباشه، بلکه اگر کس نباشه آرنجا را وسیع بالا بگیریم. اگر باشه او خود قید است دیگه، در قیدی ضرورت است دیگه. نه بین زن و مرد فرق نیست. سجده سهو در کتاب فقه تانی تو آمده که تحیات بخوان تا عبد و رسول، بعد از او یک طرف سلام بگردان یا دو طرف، و بعد از او از چی باز بعد از او چیست میگیرن، باز از تحیات شروع میکنه، وقتی که خلاص شد سلام میگردانه. سجده پیغمبر علیه السلام دو قسم آمده، یکی قبل السلام یکی بعد السلام. در دو مورد قبل السلام آمده. کسی که قاعده اول ترک کرده باشه و کسی که شکی شده باشه که یارم دو خوندم یا سه، او بنا به عقل میکنه، در فکر خود دو را میگیره، نماز خود خلاص میکنه، با سلام نه در داده اللهم ربنا آتینا را که خوند، اللهم انی اعوذ بک را که خوند، سلام نه در داده الله اکبر سجده میکنه، پس که می بالا شد السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم، خلاص. در اینجا فقط یک سجده شد و آخری سلام. اما در دیگه امور غیر از این دو امر، هر زیادت و نقصانی که در نماز آمده باشه، وقتی که اللهم ربنا و دعاها را خلاص کردیم، یک طرف سلام میگردانیم السلام علیکم و رحمت الله، باز الله اکبر دو سجده میکنیم که همین سجده را خلاص کردیم، هر دو طرف چی میگردانیم؟ خلاص. این سجده سهو است. میگه اگر نماز به طریق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بخواند چه حکم دارد؟ بعضی مردم میگویند که مجتهد خیر القرون را پیروی نماید. این دلیل نیست که مجتهد خیر القرون
پیروی نماید. یک جای کدام دلیل نامده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما را توصیه میکنه به عمل پیغمبر علیه السلام. اگر کسی به بنابر فقه امام ابو حنیفه نماز میخونه نمازش میشه، اما او توصیه را کرده که پیروی از حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بهتر است از اینکه او میگه. ولی او مثلا قائل است دست در زیر ناف بسته کنیم، اما یک آدم عالمی با انصاف وقتی حدیث مطالعه میکنه حدیث در سر سینه بسیار قوی است از دو کده. ولی دیگه طور نگه که نه امام صاحب گفته ما به هیچ وجه این اعلان نمیکنم. اینی را تقلیدی نادرست میگن. تقلیدی چی؟ مضموم که دلیل ثابت است تو تابعداری دلیل نمیکنی، قول امام تا ترجیح میدی. از همون خاطر یکی از جمله تقلیدهای مضمومی است که امام مجتهد خود از خطا معصوم بدانی که بیخی معصوم است هیچ خطا نمیشه. اینطور بگوی یا نص صریح با معلومدار آمده تو بازم مخالفت نص صریح میکنی، این باز چی نیست. او دایی برآمدن از مذهب نیست. نماز به می طریقه خواندن بگوی برآمدن چرا که خود گفته به مطابق چی پیغمبر صلی الله علیه و صلی الله تعالی علی خیر خلقه. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت.